موضوع مسئله‌ای که در میان مسلمان ها خصوصا در صفحات و در رسانه ها بسیار داغ هست، بسته شدن دروازه پوهنتون ها و مکاتب بر روی دختران و زنان مسلمان هست. همه کس میگویند هر پیام یک دعوتگر که به صفحات بلند شود در پایین او نوشته میکنند که جناب عالم، جناب دعوتگر، چرا درباره بسته شدن پوهنتون ها و مکاتب ها شما پیام نمیدید، حرف نمیزنید؟ و عده زیاد توهینم میکنن، تحقیرم میکنن، بیخبر از اینکه نمیدانن تمام این تصمیم گیری ها به خاطر عزت و پاکی و سربلندی خواهران و مادران و دختران مسلمان ما هست. برادران مسلمان، به این معنا نیست که امارت اسلامی و بزرگان امارت اسلامی هنوز قدر و قیمت و جایگاه و نقش زنان را در اسلام درک نکردن، حقوق زنان را در اسلام نمیدانند، خبر ندارند که حق تحصیل حق مسلم زنها هست، اقتصاد و کاروبار حق مسلم زنها است. همه اینها را میدانند. زنها به عنوان مربی و معلم و استاد مردان در جامعه اسلامی به حساب می آیند. زنان مادر هستند و آغوش مادر اولین مدرسه است که اونجا فرزندان امت اسلامی تربیت می شود. اولین خشتی که برای تربیت فرزندان امت اسلامی گذاشته می شود آغوش مادر هست. خشت اول چون نهد معمار کج، تا ثریا می رود دیوار کج. این حقایق را علما می دانند، بزرگان امارت اسلامی درک کردن و می دانند، ولی متاسفانه انسانهایی که دشمنی با نظام اسلامی دارند، انسانهایی که غرب زده و دموکراسی زده هستند، بدون از اینکه تمام جوانب یک تصمیم را و دلایل اون را بفهمند و بررسی بکنند، می آیند قضاوت منفی می کنند بر علیه بزرگان، بر علیه علما و دعوتگران. برادران مسلمان، وزیر تحصیلات عالی بله اعلام فرموده، مکتوب صادر کرده که تا امر ثانی دروازه پوهنتونها و مکاتب بروی دختران مسلمان باید بند شود. چرا؟ به چه دلیل؟ یک تعدادی را میبینیم که ملاهای بدبخت، ملاهای جاهل، یک کسی دیگر رگ گردن را پوند دادن اون طرف انتقاد میکند. چرا شما به کدام دلیل این کار را کردین؟ خبر ندارد قضیه از چه قرار هست، نمیداند که در پوهنتون ها چه جریان دارد، در خوابگاه ها و لیلیه ها در گذشته چه جریان داشت، با کدام نصاب، با کدام باور. متاسفانه این مسیر تحصیل را خواهران و مادران منکر که عزت و ناموس خانواده ها حفاظت شود و به هدف و مقصد پاک و حلالشان برسند، اونها این تصمیم را گرفتن. شما اگر در جریان نیستین، ما در جریان هستیم. 16 ماه بیشتر از امارت اسلامی روی صحنه آمدن امارت اسلامی میگذرد. تا امروز نه دروازه پوهنتون بر روی زنان و دختران بند بود، نه دروازه کورس ها و آموزشگاه ها و مکاتب در اکثر ولایت ها بر روی دختران باز بود. بزرگان امارت اسلامی تلاش کردند حجاب به طور کامل بالای زنان و دختران تطبیق شود. وقتی که حرف از حجاب می آید، مسلمان ها می گویند مگر اینها حجاب ندارند؟ اونها منظورشان از حجاب لباس است. حجاب اسلامی لباس را نمیگه که بدنشان را بپوشاند. لباس هایی که بر مبنای تقلید از سریال های تلویزیونی و جهان غرب و مد و فیشن غربی باشد، او را حجاب نامیده نمی شود. یک دختر مسلمان وقتی که به دانشگاه و پوهنتون می رود، به چه دلیل می رود؟ پوهنتون خود جای علم و دانش و زحمت و تلاش و بیداری هست. چرا یک دختر مسلمان آرایش غلیظ بکند؟ چرا لباس های چسب و تنگ و پتلون و دریشی بپوشد؟ چرا با چادرهای گاچ و موی نیمه برهنه برود به طرف پوهنتون؟ بارها پیام داده شد که خواهران عزیز، شما تلاش بکنین، امر و دستور خدا حجاب است، این رعایت بکنین، مبادایی که از این نعمت محروم شوین. ولی متاسفانه این مورد را در نظر نگرفتن. بازم فکر کردین زندگی شخصی ما هست، هر طوری که لباس پوشیدیم ما اختیار داریم، صلاحیت داریم. از طرف دیگر خوابگاه ها و لیلیه های وجود داشت که متاسفانه ما شما در گذشته فراموش نکردیم. بوی بد و تعفنی از آدرس همین رسانه هایی که زیر چتر نظام جمهوریت زندگی میکرد بلند شده بود، به هر طرف پخش شده بود که فلان استاد دانشگاه و پوهنتون
به شاگرد خودش، به محصلی که در اون پانتون هست تجاوز کرد، به خاطر کامیاب ساختن از او، به خاطر نمره دادن به او اینطور استفاده جنسی از او کرد، هنوز اون حقایق در صفحات تاریخ ثبت است و درج است. اونجا متاسفانه نشد اصلاحات بیاید. به این خاطر دلیل دومیش است. دلیل سوم، عده از زنان و دختران مسلمان از یک ولایت به ولایت دیگر سفر میکردن بدون محرم شرعی. این خود این شریعت اجازه نمیده. اگر مسافه شرعی که 77 کیلومتر به بالا را یک مسلمان طی میکند، اگر زن مسلمان است باید همراه خودش یک محرم شرعی داشته باشد به خاطر حفظ عزت و ناموس مسلمان ها. حتی صحابه آمد پیش پیامبر اکرم علیه السلام که یا رسول الله علیه السلام، همسرم به طرف حج میره و من دوست دارم با شما به جهاد شرکت بکنم. سوال کرد که همسرت به همراه کی میره، محرم داره یا نداره؟ او صحابه عرض کرد که ای رسول خدا نه، محرم به همراهش نیست. گفت صف جهاد را ترک بکن، برو به همراه همسرت، ناموست، عزتت، محرم شرعی شو به همراهش، برو به طرف سفر حج. این پیام محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم هست. به خاطر این موارد و مشکلاتی که وجود داشت، ببینین امتحان پانتون‌ها تمام شد، امتحان مکاتب تمام شد. دخترانی که صنف 12 ممنوع شده بودن برایشان اجازه داشت رفتن امتحان دادن، فارغ شدن. یه همه کارا را امارت اسلامی کرد. خوبی ها را مردم باستاب نمیدن، فقط انتقاد بی مورد و بیجا را بلدن. 30 ماه زمستان رخصتی هست. به خاطر از اینکه یک زمینه سازی خوب شود، این مکتوب صادر شد که تا اون وقت کار شود، جلوی مشکلات گرفته شود. هر وقتی که مشکلات رفع شد، دوباره دروازه دانشگاه و پانتون و مراکز علمی بروی زنان و دختران مسلمان به طور کامل باز می شود. ما شما فریب توطئه دشمن را نخوریم. ولی پیام پیشنهادی ما برای بزرگان امارت اسلامی این است: امروز که بنابر مصلحت و ضرورت دروازه پوهنتون و مکتب را بروی دختران بستن، چند مورد دیگر را باید اصلاح بکنن و دو مورد باید خیلی توجه عمیق داشته باشن. اولین موردی که اونها باید توجه داشته باشن در رابطه با استادان پوهنتون ها و مکاتب ها هستن استادان غرب زده و سیکولار زده و دموکراسی زده که هنوز هم متاسفانه متعفن و بدبویی عقیده سیکولاری خودش را در میان محصلین و جوانان ترویج میدهد. این لکچر استاد است که در داخل صنف ذهنیت سازی می کند و محصلین از او ذهنیت می گیرند. در رابطه با این مورد باید بازنگری صورت بگیرد. مورد دوم، در رأس پوهنتون و در رأس مکاتب یک عالم و انسان صادق و مخلص و دلسوز و بیدار را با عنوان سرپرست تعیین بکنند که کل موارد را تحت کنترل و مدیریت خود داشته باشند. در نظام جمهوریت جوانایی که پسر بودن میرفتن به دانشگاه، اگر دریشی نداشتن اونها را صحن امتحان خارج میکردن، میگفتن که این یونیفرم وزارت تحصیلات عالی هست، یونیفرم پوهنتون هست، شما باید دریشی داشته باشین. ولی به دخترها کار نداشت که شما با لباس چسب و تنگ میین، با سری برهنه میین، با آرایش غلیظ میین، با چه رنگ لباس میین، به او کار نداشتن، چون هدف و غرضشان ترویج فحشا و بی‌حیایی بود. امروز چرا حجاب که امر و دستور خدا هست، یک تعداد کسایی که در گذشته عقیده سیکولار داشتن هنوز در دانشگاه و مکاتب جا دارند، امروز چرا خواهران مسلمان و زنان مسلمان از دروازه مکتب دور نمیتن که خواهر مسلمان؟ این یونیفرم وزارت تحصیلات عالی است، حجاب یه امر و دستور رب العزت و الجلال هست. بدون از این به شما اجازه نیست که وارد دانشگاه و پانتون شوید. این کار را نمیکنن. وقتی که نکردن، بله اینمی مشکل دامنگیرشان می شود. سومین موضوع، بازنگری در رابطه با نصاب تعلیمی صورت بگیرد. هست نصاب‌های در میان رشته‌ها که متاسفانه به طرف عقیده سیکولاری و جهان غرب و دموکراسی جوانان مسلمان، دختران و پسران مسلمان را تشویق و ترغیب می‌دهند. در این رابطه باید بازنگری حتما صورت بگیرد. همین مشکلات را داره که بزرگان تصمیم گرفتن تا امر ثانی دروازه دانشگاه و پانتون برای دختران باید بسته شود. هر وقتی که انشاءالله این مشکلات برطرف شد، ما شما مطمئن هستیم که حق مسلم تحصیل زنان را هیچ کس نمیتواند از اونها بگیرد. یک امر مسلم دینی و شرعی هست.
فریب جهان غرب و دشمنان دین و خدا و رسول و آرامش و امنیت و نظام اسلامی ما را نخوریم. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی توفیق عمل و بیداری کامل نصیب همه ما شما بگرداند. برای شما عزیزان و دوستانی که ساعتها اینجا انتظار کشیدین و ما آمدیم پیام ها را به شما دادیم، با گوش دل و جان با اخلاص شنیدین، الله متعال با عمر و جوانی و تجارت و کسب و کار و همه داشته های مادی و معنویتان خیر و برکت عنایت بفرماید. الله سبحانه و تعالی عبادات ما شما، نیکی ها و خوبی های ما شما را قبول و منظور بفرماید و سرانجام همه ما شما را در پرتو ایمان کامل خاتمه به خیر بگرداند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.